یکی از صاحبکار، یکی از سخاوتمند تاجیک حاجی محمود مرادov امروز در این مشکلی، در این تنگ دستی مردم دست یاری دراز کرده ایستاده است. زیاده از چندین دخترها را، زیاده از چندین مردم کم بضاعت را کمک کرده ایستاده است. با چندین کم بضاعت خانه، با صدها نفر روزگار زندگی، با یکی از محبس ها 24 پا یعنی گاو، 200 سر گوسفند. این حالا یک فایزش است که بهرتون رساندم. الله برکتش دهد. الله صفی این گونه شیرمردای تاجیک را زیاد گرداند. حاجی محمود مرد خدا و افتخاری ملت است، دارای خلق نیک و صاحب دنیای عزت است. یا رب، یا رب ورا جهان رزق عنایت نموده ای، از درگاه رضای در برویش کشاده ای. دستگیر یتیمان و فقیران ملت است، او در زیراه کبر و منی ها و زیلت است. قرآن با دست و در راه تو باشه و قدم زند، دنیای بی سوادی یا به خلقش به هم زند. دستی سخاوتش که به عالم رسیده است، او آب عشق تو به رغبت چشیده است. در سینه‌اش مهر محبتی تو را مدام، جا کرده است دور از زیراه شیطان و حرام. اندر وطن زدانه امید کاشته است، پای و قدم در راه رضا بگذاشته است. افتخار وطن حاجی محمود پاینده باش، با خلق خویشتن ورد زبان آینده باش. یا رب ورا ز شرارت جهانت امان بده، ذکر و درود نبی را مدام اندر زبان بده. امید ز ملک یومس دعای تو می کند، چند مصرع کنون فدای تو می کند. دوستان خدا خدا نباشند، ولی ز خدا جدا نباشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان و تماشابینان عزیز، این شخصیتی که امروز بهر شما معرفی کردیم شاید بسیاریا شناسند، بسیاریا نه. یک مرد سخی، یک سخاوتمند، امروز که در این مشکلی مردم افتاده است دستی کمک دراز کرده ایستاده است. زیاده از چندین عائله های کم بضاعت را، چه از خورد و خوراک باشد، چه از تأمین خانه باشد، دستی خیر خود را رسانده ایستاده است. دعا میکنیم که الله مهربان بازم ثروتش را زیاد بگرداند. مثل این برادر ما دیگرها را هم همین خیل دست یاری دراز کنند. هر جا رفته همه جانور هم کار کرده. امروز فهمیدم ایخانه بر نبره گفتن. امروز ما زور شما شده، زور بیماری تاجیکستان خارجی میرفتیم. ما فهمیدیم که شما پیاسته چی خدمت ها میکنه. از هر یک توزه شما واسه داره هر یک سالیم ما و یک بودگه میگم که همه تو سلامت باشه، زنده باشه. برای همون انشاءالله خدا خواهد نصیب باشه ما امروز وعده میتونیم در پیش خدا و همینشون نیستن، همشون نیستیم. ما کم کم شما خبر میگیم بیمارستان شهر بیچاره است. ما همه من وعده گرفتم. سلامت باشه. یک خونه میگیم من میگیم سلامت باشه. نیفته کم تا صبر میگیم با میکنیم. اما تونه یک بودگه میگم رحمت کنم با خاطر ارزنده شما فهمید که خدمت‌های شما را امروز خبر کردیم جان مردم همه بیست تاجیکستان رحمت کنم. سلامت زنده باشه. باور کنید که خدمت‌های شما بسیار بزرگ در پیش خلق ملت تاجیک است. از میرفتگی ها ما میبینیم تو روبریه جان فیدایی که دستیم ما را دیده استیم رسانو خوانده استیم لیکن دیدن دیگه چیز شما چند کس فهمیده اگر این هم میدونیم ما اون رو یارده میکنیم.
خونه شونده گودک دونه میتونه میکنه و دل اودا میکنه برای همه چی من برد از نام رئیس شهر محترم حسین والی شما رو مینداری کردن است شما سر فرود میارم با شما برای خدمتوی میکنید برای خلق جان فدای میکنید شما جان شما رو با تیست خبر میگم این برای این فقط نه هم میبینید نصیب باشه شما دین پوری کرده کارتون پیش برین شما رو همه احترام میکنن وقتش بود که انسان نمیکردن ما فهمیدیم یک از زده ایران اومده رفتن فهمیدیم این هم فهمیدیم لیکن ناتوانا بسیارم خدمتان شما را خداوند میدوند جناب والی محترم امام همه میدونن رئیس شهر میدونن همه هم میدونن شما لیکن شما هم که فهمید که شما تنها نیستید ما حرکت میکنیم که هر اومده شما که تمطوری کنیم یاردم کنیم ما دور نیستیم من سوختم یک خانه میپوشیم یاردم میکنیم فقط شما دین پوری کرده کارتون نکنید من اینجا کلان شدیم در کوچه چه وظیفه چه ما میگشتیم ما میدونیم چه سوختگی را کی سوختگی کودکی من گذشته دادم برای انسان همش میدونم برام خدا و مرا در همینجا من دیپوتات نوعی شما مسئول هستم شهر دوشنبه در نوعی هستم برامون ما شما رو خیلی یاردم میکنیم یک چیزی نو چیز است یک توفه رمضانی شما سلامت باشید خداوند شما من گفتم نمیتونم برای که پین از سخن کرده به شما خدمتشون بسیار بزرگ است سلام باشید گیره اگون گیره بروه گیره اگون چی بروه نکرد چیزی طوری بروه اگون کتی ho آمین آمین سلامت باشه سلامت باشه بچه سلامت باشه سلامت باشه غنی به سخاوت خود فخیر است غنی به سخاوت خود فخیر است سخای اغنیا را دوست دارم سخای اغنیا را دوست دارم دوای درد بیمار نام الله دوای درد بیمار نام الله چو بیمار این دوا را دوست دارم چو بیمار این دوا را دوست دارم محمد مصطفی را دوست دارم محمد مصطفی را دوست دارم بیا همه یک جا دعا میکنیم پروردگارا این برادر ما حاجی محمود امروز که در این تنگی مردم دست مردم گرفته ایستاده است روز شود که در تنگیش دستش را بگیری و مالش را زیاد بگردانی برکت در کسب و کارش بدهی آمین خداوند یار و مددگار این برادر باشد و همچنان شخصیت هایی که در این راه خدا در این ماه رمضان خیر کرده ایستادند همگی آنها را هم خداوند نگهبان باشد و مالشان را زیاد بگرداند آمین